عزیزان درود مجدد. توی ویدیوهای قبلی یه کلیات رو اول نشون دادیم، بعد حروف کوچک. الان میخوام به حروف بزرگ کاپربلت بپردازم، بعد میریم سراغ اسپنسری اسکریپت و پنمانشیپ که چجوری بتونیم این خطها رو تحریری بکنیم، یعنی با خودکار مداد بتونیم ازشون استفاده کنیم. به خاطر اینکه ما بتونیم با مداد یه خط خوب داشته باشیم یا با خودکار یه خط خوب داشته باشیم، همینطور سرعت هم نگه داریم، باید یه آگاهی کلی نسبت به اسکلت خوشنویسی انگلیسی داشته باشیم. در واقع خوشنویسی اروپایی، در واقع ریشه‌ای بخوایم نگاه کنیم میشه اوراسیایی، یعنی آریایی اروپایی که بعد جنگ جهانی دوم شد هند اروپایی. خب باز همون 5 تا لاین رو ما برای هر حرفی لحاظ میکنیم. این میشه بیس، این میشه مثبت 1، این میشه مثبت 2، این میشه -1، این میشه -2. اما اینجا میخوام 5 تا بعدی رو از یه دونه از این 5 تا استفاده، یعنی دیگه 5 تا بعدی رو من از اینجا شروع نمی‌کنم، از اینجا شروع میکنم که یه لاین مشترک داره. خب گفتیم بیس وسطیه. حروف بزرگ انگلیسی عموما توی ستای بالا قرار دارن، زیر نصفه بیسلاین، از زیر به 1/3 پایینی شروع میشه حرف A. عمود B با 55 درجه برای کاپربلت. C بعد توی توضیحات اسپنسریان فرق این دو خط رو، اروپایی و امریکایی رو، بهش میپردازیم. D E F این میشه بیسلاین. G H I J این آی منتها بزرگتر. K L باز هم 5 تا رو از یه دونه لاین مشترک استفاده میکنیم. این میشه بیس. L M 3 تا لاین بالا. N O P
بازم 5 تا لاین رو از یه لاین مشترک استفاده میکنیم. این میشه بیس لاین. کیو بعد به این فلورشینگ میپردازیم که اساسا چجوری کار میکنه. اصلا فلورشینگ، فراموش نکنید که خوشنویسی زیر مجموعه نقاشی است. R S T U V. این میشه بیس، میشه 1، میشه 2. V توی خطهای مختلف وقتی که خوشنویسی رو دنبال میکنین اون آگاهی کلی اتفاق میفته. یعنی ما حتما نیاز به یک روشنفکری داریم توی هنر. دبل وی همون دبلیو اکس وای زی یا زد. این بیس، این هم زد. پاینده باشید.